چون که اون دیگه انسان نیست برای ما. درود بر شما. یه لحظه این چند تا جمله رو گوش کنید. در سال 1915 ترک‌های عثمانی به طور سازمانی یافته بیش از 1.5 میلیون نفر ارمنی را کشتند. ژاپنی‌ها در کشتار همگانی نانجیک در سال 1937 به چین هجوم بردند و صدها تبعه غیر نظامی را کشتند. در سال 1994 ظرف مدت قریب 100 روز افراد قبیله هوتو در رواندا 800,000 نفر افراد قبیله توتسی را عمدتاً با قمع کشتند. کتاب مغز. ارتباط مطالبی که خوندم با کارکرد مغز و برداشت ما از محیط چیه؟ تو این کتاب اشاره میکنه ما میتونیم افراد رو توی دسته های خودی و غیر خودی جای بدیم. همین کار باعث میشه یک سری ارزش هایی که در این گروه هست و در گروه مقابل نیست دید افراد رو نسبت به خویشاوندانشون حتی که یک انسانن یک شی پایین بیاره. همونطوری که ما از افتادن به شکستن یک لیوان که متعلق به خودمون نیست خیلی ناراحت نمیشیم، اگر اتفاق بدی برای افرادی که خارج از اون گروه هستن هم بیفته ما ناراحت نمیشیم، چون که اون دیگه انسان نیست برای ما و تعریفش برای ما یک شی. همین ظرافت. مراقب باشیم رویدادهایی که از گذشته تا همین الان که داره میفته و همین اخیراً در کشور خودمون هم دیدیم میتونه بخشی از برداشت مغز از افراد مقابل خودمون باشه و دیگه اونها رو انسان نبینیم. خیلی آسیب زننده است. افرادی که در رأس قدرت هستن میتونن با همین تعاریف، با همین دو قطبی سازی ها، انسان هایی که میگم حتی ریشه خونی و ژنتیکی با هم دارن رو هم به جون هم بندازن. اصلا هم مهم نیست که این تعریف سیاسی باشه، اقتصادی باشه، مذهبی باشه. میتونیم با یک پارامتر بسیار بسیار ساده مثل رنگ چشم که اگر شما رنگ چشمت روشنه از این امکانات میتونی بهره مند باشی و افرادی که رنگ چشم تیره دارن نمیتونن همچین امکاناتی داشته باشن. اگر رنگ پوستت این رنگیه شما سعادتمندی و افرادی که رنگ پوستشون شبیه شما نیست در اسفل سافل اینجا دارن. خیلی خیلی مراقب باشیم و آگاهانه تر به اتفاقات پیرامون خودمون توجه کنیم تا زندگی برامون بهتر، شیرین‌تر و قشنگ‌تر بشه. مغز برعکس اون چیزی که خیلی تصور میکنیم و خیلی جاها روش حساب میکنیم که البته جاهایی رو داره که میتونه این مصداق رو داشته باشه، در قضاوت‌ها متاسفانه اینجوری نیست. پاینده باشید.